50 سال پیش افغانستان چهره دیگری داشت. در دهه 1350 خورشیدی، کابل به نام پاریس آسیا یاد میشد. خیابان‌ها پر از کتابفروشی‌ها، سینماها و کافه‌هایی که جوانها در آنها از علم و آینده می‌گفتند. حکومت سلطنتی ظاهرشاه سالها ثبات نسبی آورده بود. دانشگاه کابل از بهترین‌های منطقه به شمار می‌رفت و دانشجوها از سراسر جهان برای تحصیل می‌آمدند. زنان در ادارات، دانشگاه‌ها و حتی پارلمان حضور پررنگ داشتند. با کودتای 1352 جمهوری داوود خان آمد. پروژه‌های بزرگ ساختمانی، جاده‌ها، بندها و تلاش برای صنعتی شدن کشور آغاز شد. افغانستان در مسیر پیشرفت بود. آرام آرام داشت به دنیای مدرن می‌پیوست. اما پس از آن کودتاها، جنگ‌ها و مداخلات خارجی مسیر تاریخ را تغییر دادند و افغانستان فرصت‌های طلایی زیادی را از دست داد.